عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است. عاشقی احساس بخشش‌های قسمت بوده است. در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، آن همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. با تمنای آن که همیشگی زندگیتان پر از عشق باشد و مدام پایداری اویلتان عشق باشد. دوستان عزیز، مهرنگاری عشق را، مهرنگاری از زمان را استقبال میگیریم. مهرنگار جان، خوش آمدید. از دیدارتان بسیار شاد هستیم. خوش باشید. من هم از دیدار شما به نهایت شادم. تشکر برای دعوت. خیلی بولیده هستید، چهرهتان چون همیشه شما را با این جکت سرخ دیدم حالم بولیده شد. نه ببینید، وقتی که یک ببینید، وقتی که یک مرد کیا بات ہے. thank you very much. وقتی که یک مرد رو در کوچه با همین خیلی لباسی سرخ میبینید، خودتون به فکرتون چی میاد؟ میخندید یا چه خیلی فکر میکنید؟ در نظر من بسیار ستایلش مینامد. راستی گپ بسیار زیبا، شیک، یونیک. به همین خاطر هم پرسیدنی هستم، همون یک وجب چرا نرسید؟ چخیلی که ارزو ایستایب گفتن، یا چرا مهرنگار لباس‌هایش زیاد تنقید شده ایستاده است؟ به همین روشنی اندازه دختری دانا هستید. باوری دارم که با همه سوال‌ها تیر بر این جواب داده میتوانید. من گفتم که پرچه از متا نرسید لیکن جایزه رسید. برای جایزه جا موندم. در حقیقت خیلی زیبا بود. این استیل رو کی انتخاب کرد برای شما؟ البته خودی مهرنگار. خیلی زیبا در حقیقت و به همون سرود، به همون آهنگ خیلی موافق و مناسب. خب به همین نفرانی که نسبت لباسی شما عیناً در سایت ها در همه جا قریب که فقط لباسی شما آخران لباسی که تاجیکان گذاشتید با دیگرگونه فکرها باز هم دیگرگونه. بعد همین مسئله سر لباسی مهرنگار ما جنبست کنیم. اوکی. چطوری که میدونیم ما در دولت دموکراتی زندگی میکنیم و هر کس چطوری که خواهد لباس میپوشد و من فکر میکنم که آدم رو باید از سر و لباس بها ندهی که این چگونه است، چطور هست. هست نفرایی که محکم میپوشند لیکن با چه کارهای مشغول نمیشوند و خیلی من دختره که خرابکی چی میگویند؟ مانند گل. اگه جش تعریف نمیکنم دیگر مثال با سپورت مشغول میشم و بیشتر خیلی لباسایی که با تنی خودم چی میگویند مناسب میدونم میپوشم و لباسی که در ترانه میوزیک اووردز من انتخاب کردم میدونید او کمتر پایان رفت به خاطری که بسیار وزبین بود. نمیدونم یک 50 کیلو زیاد است ما برکشیدیم. برای همین خاطر سنگوهاش که زیاد بود کمتر پایان رفت. باید مثلا نافی من نمیتافت لیکن خیلی دیگر تافت چیکار کنم؟ دیگر وقتی اکای ارزو در روی صحنه مرا این خیلی سوال داد دیگر ندونستم چی بگم. گفتم خیلی جایزه رسید. در حقیقت در همین داناگی حاضر جوابی در حیث شما عموما کی سهم دارد که اینقدر مثال باید که با همه سوال عموما سخن جواب باید رسد از مهرنگار؟ همین خیلی نموند. خیلی خدا را شکر خداوند عقل مانده است پیش از همه و مکتب خوندیم، دانشگاه خوندیم، در گرد اطرافمون آدمای باسواد همیشه هستن. همه این تاثیر میبخشد. من نظری خودتون بیشتر کدام نمودی لباس ها در خود شما زیباتر میسته؟ من لباس های ملی خودمون رو زیاد دوست میدارم. لباس های اروپایی زیاد دوست میدارم. من بیشتر دوست میدارم که هر گونه لباس بپوشم چون ما صنعتکار هستیم و باید که همیشه لباس های ما فرق کننده باشد و من میدونم که شاید زیادی نفرها را خوششون نمیاد از لباس پوشی ما، لیکن من بیشتر دلی خود گوش میکنم که چی بپوشم و همین خاطر من فکر میکنم که باید سختگیری بد نباشن مخلصای من نسبت لباس پوشی چون من لباس میپوشم به خاطری که میخوام یونیک باشم، در صحنه فرق کننده باشم. اگر که یک لباس عادی تاجیکانه را بپوشم صحنه ببرم به مثل همه میشم. باید من فرق داشته باشم چون من هنرمند هستم و همین خاطر نه وقتی که من لباس هم میپوشم در خاطر همه میموند. میدونم که اون وزبین است، میدونم ناراحت هست لیکن
قربانی کرده اون لباس رو میپوشم. زیبایی قربانی طلب میکنن. بعد با تشخیص بردن؟ تشخیص نبردن. ولی لباس باور کنین ما ازبکستان روانش کردم، حتی در دستمون پیراهن نیست، چون گفتم که کمی وای کنن سبکتر نه تغییرات کنن، چون بسیار دشوار بود پوشیدنش و بسیار وزبین بود. سنگهایش هم بعضی سنگهایش غلطی در خاطر دارد. سفر مامان گفت که این سنگی پیراهنی افهمای باید مادرم گفت که جمعشان کنم. از بهترین برآمدها بود در مجموع. خیلی خیلی جواب بیده. این ترانه چه خیلی پدید آمد؟ با کدام خاطر این ترانه رو شما ایجاد کردید؟ این چه خیلی فکر خودتون بود که همین خیلی متن باید سازن برای شما؟ راستی گپ چطور شد این ترانه؟ من باید که با بخوری میرفتم، یکی همین ترانه در سری من آمد این ایده. در گیتارم رو گرفتم و در دیکتافون ثبت کردم پارچه این ترانه رو. بعد با بهروز میرزایف روان کردم. اول ایده رو بهروز میرزایف داد و از حسابی که بسیار از این ترانه خوشم اومد. بعد من اکای روزو رو دعوت کردم خونه، گفتم اکای روزو جان با همین تما یک شعر برای من نوشته کنید. اونم گرفت، خدا برکتش بده، همین قدر ذهنش تیز و برو است که در مدت 40 دقیقه شعر برای من نوشته کرد. خوش رو اومد. از وقتی من این شعر خوندم باور کنین اشکام ریخت. بسیار تاثیر بخش بود و حتی وقتی تنظیم میکرد شراف، اکای شرافی ترانه را، باور کنین بسیار تاثیر کرد این ترانه برای من و فکر کردم که این ترانه باید به مردم تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان خوش بیاید. و فکرم در استودیو هم خودتون همه خیلی دوشی میگن. بله، از صدق دل خوندم و چطوری که میبینید محبوبی همگان گشت. بعد جنت عشق از ترانه های عشقی لیریکی سوختن و پختن ها، بعد از جنت عشق این به فکرم باز من فکر دارم و راستی گپ میدونید این ترانه فکر کنم که بسیار نفرا را چخل گویم به اندیشه برد و کمکشان رساند. هر یک خودی دارو برای ملهم شد. بله، چون بسیاری زنها، بسیاری عاشقا نوشته کردن که ما فکر میکنیم که ترانه را برای ما خونده مهرنگار، چطور تو از درد دل ما آگاه شدی؟ و من میخوام بگم که من برای همه مخلصای عزیزم دوست هستم و درد دل اونا را میخونم و فکر کنن که من همچون دوستی اونا هستم و کوشش میکنم که هر یک ترانه ایجاد میکنم برای اونها مثل دارو و دل آنها ملهم باشد و بسیار شادم که از ترانه جواب بیده خوششان آمد. حتی در امون ترانه میوزیک اووردز بسیار مردم گفتن که یکی از بهترین برآمدها بود، بهترین ترانه بود، بسیار تاثیر بخش بود و بسیار شاد شدم از این. بهترین، لیکن باید که یک تا بمب افتادن همه خیلی به بمب که نمیشود. این جمال کدو رو خوندید و همه به جمال کدو چسبید. تمام جهان، نه تنها تاجیکستان، همه موسیقی همین رو نواخته ایستادن. موسیقی نوازا رو میبینم همین رولیکو کرده ایستادن، همین آهنگ نمیدونم در بخارا، در سمرقند، نمیدونم در هندوستان، در پاکستان، در ایران، در همه جا با نمیدونم بعضی سنگران ها هم پیدا شدن که این خیلی میخوام باید این خیلی میشد چون زور برآمد کو خیر با درخت میوه‌دار سنگ میخورند کو برای همین مخصوص در تاجیکستان همین سنگا زیادی. خب راستی گپ سفر محمد جان برای من ایده داد که اپا جان همین ترانه جمال کدو را اجرا کن و سروش میدیا برنامه سالی نوی داشت روزی 15 یک 2 روز وقت داشتیم. ما اکای شراف از زنگ زدم گفتم اکای شراف جان من میدونم که شما بسیار سرکارین، التماستان میکنم همین ترانه را برای ما شما باید سریع انجام بدین. از ایس جاویدانه خواهش میکنم التماس صدای مرا ثبت که از زوره را مردم باور کنین. گشنه تشنه سحر رفتم به خونه شراف، در اوجا کار کردم باور کنین خیلی سرم تاو میخوره از گشت نگیره. در اوجا کار کردستیم، سرود انجام دادیم. بعد من اکای شراف هم میگم که اکای شراف
نگاه کنین حوزی گشنه تشنه سرم درد داره اینقدر کار کردستیم خدا کنه همی سرود در طرف هندوستان ایران دیگر جا پهن شوه همی خیل چی فکر دارین خیلی امین دعا کردم بعد جاوید زنگ زدم گفتم جاوید جان ارنجاف که تیاره التیماس ما میام خونت گفت مهر پگه بیا گفتم نه نمیشوه پگه آخی امروز باید که نمیکاره همین خیل مونده هستم باور نمیکنین همین خیل مونده هستم باور کنین رفتم خونه جاوید سرود ثبت کردم بعد آمدم خونه باور کنین مزم گریخت کسل شدم بسیار نگروزکای کلان شد مده بعد چند کپت چند اوکول بعد از اون کسل شدم باور کنین دیگه سرود روانم کردن خیلی در سالی نوی خوندم بعد این ترانه با ویدیوی نوار افتاپارتی ترانه میوزیک اواردز برآمد. واو انا وای میلیون قریب 12 میلیون ویو گرفته است در اینستاگرام. تمامی هنرمندای بالیوود فیلم میکران پرودوسرها همه لایک و کامنتاری هم میگذارن. حتی یک هنرمند بالیوود که بسیار در سراسر جهان مشهور است گفت وقتی ما ویدیوی تر دیدم مهر با بندم در دوبای کنسرت داشتم ویدیوی تر گذاشتم که جمال کدورا با مثل ترانه تو بنوازم برای ما گفتم واو کیا بات ہے های مهرنگاری ما بعدن بسیار کامنتاری های بعدم از جانب تاجیکای خودمانم زیاد بود که دوست این گونه گپا همین در همین محبت شما گوش کنید ترانه جادوگر کابی جواب بیده شب مهتابی اصلک من فقط ترانه های از خودم رو ایجاد میکنم میخونم خیلی یک ترانه با کاور خوندیم که هیچ کار نمیکند همه ستاره های جهانی کاور میخونن ما باید نسبتی مثبت اندیش باشیم کاوری زور بود شما خودتون میگویند که اگر وقتی کاور رو از خودی اورجینال خوب خوندی it's wow you know تو نیستد لیکن تمامی هنرمندای جهانی گفتن که همین قدر نفرا جمال کدورا خوندن یگانتش با سطح مهرنگار اجرا نکردی ترانه را همین قلای کلمیناسی اخیرانش با برده رسونده ده بله. در حقیقت آهنگ باید چه باشد همین زمانی معاصر موافق به همین ایده و زمانی حاضره اومخته شد با جوانان معقول شد بعد با کلان سالان یک پیری نمیدونم 90 ساله رو ببینم رقص کرده من دیروز از هندوستان برگشتم چقدر کمپانی‌های جهانی به ما پیشنهاد کاری دادن چقدر هنرمندای بالیوود برای ما در اینستاگرام نوشته میکنن چقدر دیجی‌های مشهور برام نوشته میکنن که ترانه جمال کدورا ریمیکس کنن این نه تنها یک افتخاری من است می نویسانند وقتی در پیجای 8 میلیونه 10 میلیونه وقتی مهرنگار در سطح ستاره های بالیوود میگذارند مثال میگویند دختری تاجیک جمال کدورا خونده است از تاجیکستان میدونید این افتخاری نه تنها من است افتخاری تمامی تاجیکستان است چون تاجیکستانی ما رو میشناسند بیشتر و بیشتر و هدف من همچون هنرمند همین است که بیرق تاجیکستانی خودم را همیشه با جهانیان نشان بدهم بگویم که من دختری تاجیک هستم و زبان فارسی رو در تمام جهان پیشکشی همگان میکنم معرفی میکنم و این از هدف من و برای همین من فکر میکنم که آدمایی که کامنت های بد میگذارن اونا بخیل هستن اونها در زندگی خود به یک جای نرسیدند چون وقتی که انسان بر موفقیت یک است خرسندی میکند فکر میکنم او آدم است انسان است و اون مفکوره دارد ولی که نفرایی که گپای قبیح می نویسانند از خرسندی یک از شادی کردن نمیتونند من فکر میکنم هیچ وقت اونا به مقصد خود نمیرسند هیچ وقت به یک مرتبه نمیرسند و من فکر میکنم چون جناب عالی ما محترم پیشوای ملت محترم مالی رحمان میگویند که اتفاق باشد همدیگر رو دوست دارید ما اتفاق باشیم ما بیشتر و بیشتر پیش می رویم و به همین خاطر ما فکر میکنیم که مردم ما باید اتفاق باشن همدیگر رو دوست داریم احترام کنیم به قدر یک دیگر برسیم و در اون وقت ما پیش می رویم بیشتر و بیشتر
در آخران سخنهایتان باور کنید من یک سیمای دپوتات رو در شما دیدم که در مجلس عالی کار میکنه. آفرین مهرنگار، آفرین. بدک جمعه سرایم دوستان رفتیم. خب مرحمت مهرنگار جمع کدو. آهای سیاه زنگی دلمو مکن خون، وای تو رفتی کجا منم چو مجنون. جمال جمال و جمال و جمال بودو، هی جمال جمال و جمال و جمال بودو. دل تو محبسی سینه های آروم نمیشینه، هلیاسه هلیاسه از تو هم نمیپرسه. ای مرمر سینه بلرزون بلرزون بلرزون، ای گر تو خمرته بچرخون بچرخون بچرخون. جمال جمال و جمال و جمال کدو، هی جمال جمال و جمال و جمال بودو. واه کباته بود کباته. زمان لیکن هم رقصی شما با ارزو دهشت شدن چی خیلی موندید بالی سرطان؟ مادرم گفت اگر که بشکنینشون قبرتونه چیکار میکنه. بعد از ریکل احتیاط کرده. سلام عرض میکنم حضور خواهر شیرین زبانم به شما مهربان جان. من خواهرم را با استودیو خوش آمدید میگم. با مهرنگار تمام خوشی زندگی را تمنا دارم. به خاطر این شعر را گفتم که واقعا هم ملت تاجیک از مهرنگار رستم فخر دارد. زنده باشین. تشکر. و خواهر شیرین زبانم واقعا هم صحبت های شما را من گوش کردم اینجا مهربان جان. مردم تاجیک یک فعل دارن، بعضیشون پیش وقت بود منیژه دولت، پیش وقت بود شبنم سریا، یعنی که فرزانه خورشید میگن اما کل اندازه کرامت و نگاره خلوه درباره انسان میگفتن که این خیل بخیل حاضر میدن درباره یاسمین مهرنگار و فرهناز، ولی مردم رو بعضیش رو در آسمان سطح به فرشته کمبوتی میابد. به همین خاطر ولی من مهرنگار همچه خواهر دوست میدارم. یک دختری هست که واقعا هم صمیمیت دارد و خیلی دختری خوش اخلاق و خوش آداب است. تشکر. همه صورتهایش موافق قابل قبول است. مهرنگار جان پیش وقت با تقلیدها روی صحنه تاجیک آمدید. بله. من در همه جا میگم که ما واقعا هم فخر کنیم که چنین خواهران داریم و صدایتان صدای موندگار است و مثل شادروان مقدس نبی و توفا فوزیل و نقره رحمت و دیگران. واقعا هم فخر ملت تاجیک هستید، سوده دوران استقلالیت هستید. من از شما یک خواهش دارم. همه سرودها را دوست می‌دارم خواهرم. من توضیحی که معلومات دارم، من 63 سرود شما را گوش کردم. در تلفنی موبیلی هم دارم، ولی یک سرود را 24 ساعت گوش میکنم مهربان جان. سرود دارد مهرنگار که بیدار مشو بیمار مشو مادر برخیز. همین سرود رو وقتی که من گوش میکنم به یاد کودکی میرم، به خاطر شادروان مادرم. خیال میکنم مهرنگار شما در دل آن نفر رخصانید که مادر ندارن. به همین خاطر احتراماً خواهش دارم 4 مصرع همین سرود رو زنده زمزمه نمایید. بعداً اکای مهربان جان رو پخش کند و مهرنگار برای در آخر گفتنیم که واقعا هم یک نفری خوش استعداد هستی و میگم که آوازی تو را 300 جهان میشنوم، با گوش دل و با گوش جان میشنوم. آوازی تو گرهای از سوی گلزار، از بین صدای بلبلان میشنوم. من آرزو دارم که عمر 1000 ساله بینی همه وقت موفق سربلند باشی. با کدام لباس هستی مرسی مهمان که ملت تاجیک هستی، دختر تاجیک هستی، خواهر ما هستی. ما باید کوشش کنیم شما رو دستگیری کنیم. من دیگر نفر رو نمیدانم ولی مخلصی نفس و نفس شما سهراب است. جانم استن رحمتی کلان رحمت به قدر سخنهای صمیمیتان بسیار منتدار. تشکر برای دستگیریتان. خداوند شما را نگهبان باشد، موفق باشد. مخلصی عزیزم عمری دراز بینید و البته برای شما میخونم 4 مصرع بیمار مشو مادر رو از ترانه‌های به نهایت زیبا. بیمار مشو مادر، بیمار مشو مادر، مگذار مرا نگذر، بیمار مشو مادر. بردار سر از بالین، از قلش و برچین، خورشیدی فروزان فر، بیمار مشو مادر.
بیمار مشو مادر، بیمار مشو مادر. تشکر. اینقدر شیرین میخونید. زنده باشید. درکت خیلی موثر، زیبا. همین تکست رو شما خودتون یافتگی هستید؟ نه، این شعر از استاد فرزانه است و آهنگی دوران رحمتزاد. با کی به شما پیشنهاد کرد که همین رو تو خون؟ دوران رحمتزاد پیشنهاد کردن؟ بله. زود شما قبول کردید؟ البته. از ترانه هایی که هیچ گو از من نمیموند. 16 سال داشتم این ترانه رو اجرا کرده بودم. سالی 2010 بود، 9 بود. گویا که نو زمزمه کردگی برین. بله، چون این ترانه بسیار ماندگار است و ما فکر میکنم که در دل هر یک فرد تاجیک ترانه در آمده است، چون ما هممون مادرامون دوست می‌داریم و خدا کند که مادرای هیچ کس بیمار نباشند و خداوند عمری دراز به همه مادرها عطا کنند. مادرای کسی فوتیدن، خدا جان جاشون جنت گرداند و این ترانه ما برای همه مادرها است. بهترین. سلامت باشید. خب میگذاریم به سوال‌هایی که اینجا شنوندگان عزیز دل دیده ای ما برای شما ارسال کردن. یک به یک تمنیات مهر محبتشان رو میرسونیم. سلام علیکم مهرنگار، خوش آمدید. از شنیدن شما بسیار شاد هستیم. تماشا کرده ایستادیم. زنده باشید. موهای درازت کو گفتن؟ این چی شد؟ این چی شد؟ هنگ گفتگی برای این چی شد؟ یک بارا بشو. موهایم را کلته کردم. نه این سبب داره نه من فکرم. سببش راستی گپ میدونین؟ خب سببش هم میگم. میدونین هر یک آدم خیلی خطاگی میکنه. من خواستم موهام کمی زرد کنم و پایانی موهایم سوخت بعد از رنگ کردن و موهایم را کلته کردند. لیکن رنگش بسیار با من خوش می آید. رنگش را بسیار پذیرفتم، لیکن موهایم را کمی جزیر کردم. خب لیکن موهای من بسیار سرعمل است. من به مخلصانم وعده می دهم که در مدت نیم سال موهایم دراز می شود به مثل پیشتر. از نو برقرار میکنم. التماس سختگیر نباشید. لیکن من میتونم که شما را نگاه کنین مهربان. من میتونم که مخلصام فند کنم به مثل دیگر هنرمندان موهای درازی صنعی بمانم که هیچ که پای نبره که موهای ما مثال کلته نیست قدر. لیکن من بسیار آدمی چی میگن آنست نمیخوام فند کنم و چی خیلی هستم. من خیلی خدمت به مخلصام نشان میتم. میتونم که موهای درازی صنعی بگذارم لیکن نمیگذارم چون نمیخوام هیچ کس فند کردن. موهای خودم خوشرنگ لیکن هازی کمی تا میانم هستن. خیلی که انشالله که با دراز میشن در مدت نیم سال ما به شما وعده میتم مخلصای عزیز. با فکرم این سوال رو از دلسوزی برعکس گفته ایستادن. من میدونم که از یک جهت میدونین از خوردی من خدمت به موهای دراز یاد دارم. راستی گپ موی دراز نگاه بینشم بسیار دشوار است. هر دفعه موی سر را میشویی 1 ساعت وقت برای قاب کردنش میگیرد. بسیار دشوار است. برای همین خیلی حاضر کمی خودم رو آزاد حس میکنم خوبتر. It's fine. خیلی گنچه. خب سلامت باشید. اینجا دیگر شمانده از مهربانمون. سلام مهربان، روز بخیر. با آزیا پلیس گپ نیست از آغاز سال بهترین برنامه با مهرنگار برار جمال کدو سوپر. کسی چیزی میگوید گوید لیکن جمال بودو باشد هم جمال کدو میگویم. گفتن سلامت باشید. شما رو تماشا کردید؟ شما پرما افیر داره؟ بله. شما پرما افیر دارید؟ بله بله. هم تماشا میکنه هم زمان چی که پیش رفته است. خیلی شما کامیراتون در هر جا است. دیگر رادیو رو اول پریکول میکردن که ما شما رو در رادیو تماشا کردیم. حاضی واقعا همه خیلی از تماشامون میکنن. زنده باشه. خب این سوال بود. یک میش پیدا شد. شما فهمیدید خودتون؟ نه. از خارج یک میلیونر به شما عشق اظهار کرده است. باور کنین قدر میلیونرها عاشق ما هستند. دیگر کدومی او را در یادت میاری؟ هر روز اظهار محبتت میکنن. هر روز. لیکن همش نمیشون. نه همین بیاد به همین چی نقطه بذاریم. من دلانگی شما چه خیلی باید باشه؟ چه خیلی آدم باشد؟ مثلا با بچه قشلاقی میرسید؟ من خودم قشلاقیم. نه مثلا با قشلاق کلی میشد؟ چه آخه دیها فکر کنید توی دیها رو دیدگی هستید نه؟ البته دیها زیبا است، دیها خوب است، لیکن من در شهر کلان شدم. چه خیلی من در قشلاق میتونم زندگی کنم. نشمختون تصور منم بچه قشلاقی. ما در قشلاق تولد شدم لیکن در شهر کلان شدم. از خوردیم
دیگه من چخه میتونم نه گفتی بازار صابیر که شعورش قشلاقی باشد، یعنی 10 روز میتونم بیستم در قشلاق یا یه ماه تمام زیاد نمیتونم. تپا کرده دیگه مرا؟ نه خونه بابام رفتم قشلاق خوالین باور کنین بسیار دوست می‌دارم قشلاق که خنک خوردم مثال سوید میبرم مثال بسیار حالتایی است که مثال شویدم میترسی ببرای مثال بسیار حالت هست عادت نداری آخی لیکن البته من میگم که خرسک با مردم قشلاق که قدر قوی هستن باور کنین با قوت هستن باور کنین مثال من نمیتونم لیکن اونا چقدر زندگی میکنن ماشاءالله بنامشون به خدا زور نه مثال شعورش چه باشه شما درباره شعورش مثلا بچه‌ای که شعورش به مثل من باشد یا از شما زورتر باشد نه میدونین من فکر میکنم زورتر این چیزو میگن همه انسان ها برابر هستن و کی زورتر است کی زورتر من این چیزو در راستی گپ اعتبار نمیتم من فقط اعتبار میتم که همو انسان نسبت ما جدی باشد وقتی که قدم گذاشت یا اینکه میدوند که با کی مراجعت میکند با کی خواهش دارد کی را میخواد بگیرد مثال میدوند که من هنرمند هستم باید هنری مرا اعتراف کند باید که نسبت ما جدی باشد راستی گپ من خیلی دختری هستم که پرین بازی بایفرند بازی کارا را دوست نمیدارم من میخوام که با ابرو انشالله در آینده شوهر کنم و اون نفری که با ما پیشنهادی که عروسی ما بشه چه بشه من این کارا را اعتراف ندارم من میخوام که با ابرو انشالله در آینده شوهر کنم با همین خاطر من میخوام که نفر جدی باشد صمیمی باشد دختر باز نباشد کارگر باشد مثال نامی مرا پولی مرا این چیزا را نگاه نکند با ناموس باشد و رحمدل باشد با ایمان باشد همین خیلی انسانی خوب باشد. شما برآمده میره خانه داماد میکنید او را نخواد خانه داماد نه مثال بیا من نفری را میخوام بگیرم که نه ممکن سطح خانه داشته باشد ممکن سطح زندگیش پست باشد اما بچه زور باشد سطح زندگیش پست باشد نمیگیرم چون که باید که اقلا از ما کم زیاد پول کار کند ما اگر او را بگیرم من حس میکنم که نگاه بینش کنم من حس میکنم که من زن گرفتم من خدمت نازک به مثل زن حس نمیکنم همین مرد باید زنش نگاه بین کند او به هر صورت که زنش هم پولدار باشد یا اینکه معروف باشد مرد از زن از همین فرق میکند که باید نگاه بین کند اویله رو دستگیری کند و خود رو زن حساب کنیم ما او را بگیریم نگاه بینش کنم من فکر میکنم من زن گرفتم بعد نمیشود یک تا بچه‌ک شما هم میشناسید او رو من هم میشناسم یک بچه‌ک همه نمیشناسند خلق و مشهور نیست لیکن بسیار عاشق سخت شما بودگی بسیار زوری تولو هر خیل حالت ها بودگی لیکن شما فقط وی رو مسخره کردگی یعنی قبول نکردگی کی باشد او؟ من این نبینید میگه که من دوستوری من نفهمید برعکس مسخره کرد محبت من کی باشد نمیدونم مسخره راستی گپ من نه مقصد همیشه در حیاتم راستی کسی مرا دوست می‌دارد من همشون دوست می‌دارم احترام میکنم نسبت عشقشون لیکن من یک نفرم من به همه رسیدن نمیتونم درست بسیاری نفرها مثلا خیلی نفرای میشن که پیشکش ازدواج میکنن یا اینکه چی میکنن بعد یا میپرسن که چند سوم کار میکنی تو یاد چند سوم پول کار میکنی این خیلی سوالا میتن اصلا از این خیلی نفرها خوشم نمیاد چی کار داری با پولی من چند سوم کار میکنم یا اینکه پرابلم ماشون نقل میکنن یا که با یک نمیاکی که مثلا پول بیستانن یا یگان چی این خیلی نفرها را من دوست نمیدارم بعد میگن میرنگار چی با شوهر نمیکنی آخه برای هنرمندی مشهور شوهر کردن آسان نیست با او طلباتایی که فکر و عقیده‌ای که من دارم آسان نیست چون نمیبینم همون نفری جدی که مردانوار رفتار کند نیست مایلش الان پیدا شد شما هم کلینی دیلنگی وای ها شده میتونید باوری دارید به همین چیز من فکر میکنم کلینی همون خونه میتونم نمیتونم میدونین من نمیدونم این سوال شما را چی جواب بدم به خاطر که من ولی شوهر نکردم کلینی یگان خونه نشیدم همه چی از تجربه است
келин шидам мебинам, лекин ман фикр мекунам ки ман духтари бисёр баҳарманд метавонам буда нисбати хиштомани худ, нисбати шавҳари худ, нисбати иншоалло фарзандои худ. ман фикр мекунам ки ман нисбати ҳама ба эҳтиром буда метавонам, чун маро ҳам хел калон кардан. дар хонаводаи мо ҳам хел мо ба воя расидаем. фикр мекунам ман нисбати ҳеҷ кас беэҳтиромӣ намекунам ва кӯшиш мекунам ки келини хуб башам. албатта ки таманно мекунем. шумо арзанда, иншоалло дар шумо арзанда барои хушбахт шуданатон, хушбахт шудан арзанда. чун инсон як бор ба дунё меояд, албатта бояд ки мо намедонем ки мо чӣ хел зиндагиро пеш мебарем. мисол нафарҳое ҳастанд ки шавҳар мекунанд 2 моҳ пас 4 моҳ пас ҷудо мешаванд, дуруст? ва мо намедонем ки мора чӣ интизор аст. мо намедонем ки ӯ шавҳаре ки мо мекунем дар зиндагӣ чӣ хел аст. шояд худашро дигар нишон медиҳад, дар зиндагӣ аслӣ дигаргуна аст. одама дар вақти зиндагӣ мешиносӣ, мебинӣ. мисол агар шавҳари ма, шавҳаре ки кардам, мара ё бизана, ё ки беэҳтиром мекуна, ё ин ки ҳунари мара ё бигӯянд ки о ту як ҳунарманд будӣ, ё ита ман наметавонам офкурс қати хеле одам зиндагӣ карда. чун эҳтироми ман дар ҷои аввал меиста. касе ки мара эҳтиром кард, ман дучанд эҳтиромаш мекунам. мардҳо барои бо меҳрнигор будан бояд ки дили қавӣ, қалби пок, меҳрубонӣ ва пеш аз ҳама ҳамон рӯдакии бузургвор ки гуфтааст мардиро тавсиф кардааст, ҳамон хислатро бояд ки дошт. ва меҳрнигорро бо ҳамин меҳрнигор буданаш чӣ хел ки аст, бо ҳамин хӯю характераш қабул бояд кард. ва пеш аз ҳама дӯстони азизидида дӯст доштан намешавад ин духтаракро. мисол намегӯӣ ки не ман ина наметавонам, фақат бояд дӯст дорӣ. ба суоли дилизор ту биё ҷавоб биде, ба хатои шаби тор ту биё ҷавоб биде. аз гули сурхи баҳор ба сад қавлу қарор, ваъдаҳо доди ба ёр ту биё ҷавоб биде. саломат бошед. неки ҳозира одамо ҷавоб гуфтан наметавонанд ба амалҳои худшон. ҳамеқа ҳаёти шумо шудааст? бале. охирон вақта шуморо ҳамчун соҳибкор шинохта истодан? соҳибкор? соҳибкорӣ? кия бад. яъне ором шида наметавонед? албатта. медонед орзу дорам. иққадар энергия аз куҷо? энергия худованд мета. энергияро кӣ мета? худованд мета. ақла кӣ мета? худованд мета. ба ҳамин хотир аз ҳар як коре мекунам аз худоҷон шукргузорам. ва бале, бренди худма таъсис кардастам, бренди меру. осон нест. бале, осон нест. бовар кунед 8-9 моҳе ки дар роҷеъ ба ин бренд кор кардастам. ҳатто ба ҳиндустон сафар кардам барои ҳама ин корро дуруст анҷом бидиҳам. ва рӯзҳои наздик, шояд моҳи феврал, кӯшиш мекунам ки моҳи феврал бренди мерура таъсис бидиҳем барои ҳамаи мардуми тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон. ва медонед иншоалло худованд агар ба ман барор бидиҳад, муваффақ гардад бренди ман, иншоалло пуле ки кор кунад, ман мехоҳам ки ба мардуми тоҷикистон дар қишлоқҳо, дар ҷойҳое ки ниёзманд ҳастанд бисёр кӯмак кунам. барои онҳо хона бисозам, барои онҳо роҳ бисозам, барои онҳо аз об аз ин чизо таъмин кунам. ҳамин хел орзуҳо дорам ки пули калоне ки агар кор кунад ин бренди ман, мехоҳам ки ба ҳамаи мардуми ниёзманд кӯмаки бисёр кунам. ва маро ҳамчун на меҳрнигори ҳунарманд, боз ҳамчун меҳрнигори раҳмдил ки барои ҳама кӯмак мекунад бишносанд. имрӯз медонед чӣ хел рӯз? имрӯз кадом рӯз? рӯзи ҷумъа аст. рӯзи ҷумъа аст. ҳама рӯзи ҷумъа суҳбат карда будем дар ёдатон бошад. бале, рӯзи ҷумъа. инқадар аз самими дил гуфтед, инқадар сидқан. бале, чун ман мехоҳам ки ҳамчун тоҷик духтар, мехоҳам ки ҳамчун духтари форс, мехоҳам ки барои ҳамаи занҳои тоҷик, барои ҳамаи занҳои форс, чунки ман одами масалан дар ҷамъият ҳама мара мешиносанд ва ман мехоҳам ки хубии худро як муфиди барои ҷомеа бирасонам. ва иншоалло кӯшиш мекунам ки худованд агар ки дар ҳамин
کاری صاحب کاری مرا موفق بگردانه. میخواهم که همه مردم تاجیک خود را کسایی که نیازمند هستند کمک و دستگیری کنم. همین خیلی نیت دارم. چقدر نیت‌های خوب کردید. بله. بهترین. و همین جسارت آغاز کردید الکی رفته است دستگاه؟ البته الکی همه چی تیار است. انتیش تمام کردیم. انشالله که الکی استحصال سر کردند و ماه فوریه شاید که به فروش میبراید. مرو بیوتی. واه برور و یک چیز دیگر هم میخوام به شما بگویم که این کسمتیکای من کسمتیکایی که برای نگاهبینی پوستی روی است و بیشتری دختران در تاجیکستان من فکر میکنم چون با باوری به آرایش حس نمیکنن، بسیار آرایش میکنن. و من خواستم که نشان بدیم که جوانی خودش زیبا است و در روزهایی که مثلا توی مرکه نیست، کنسرت نیست، کوشش کنن که به آرایش بیرون براین، چون مردم ما مردم زیبا است. همین پوستی روی رو نگاه بین کردی تحت رویت زیبا میگردد و من میخواهم که نشان بدیم که مردم تاجیک ما میتونند که به آرایش دخترکای جوان براین بیرون و مردا هم میتونن از این پروداکت من استفاده برند، چون این بسیار ارگانیکی است، طبیعی است و برای پوستی روی هم مردا هم زنها مفید است و میتونن خریداری کنن. خودتون حاضر استفاده برده استودید؟ من هر روز استفاده میبرم و بیشتر که مثلا کنسرت ندارم، اینترویو ندارم، یگان برنامه ندارم، من به آرایش میگردم بیشتری وقت و حتی در اینستاگرام حتی چطور من استفاده میبرم از برند خود کم بیش استوریز میکنم، نشان میدهم. بهترین. سلامت باشید. بگذار مقصدها، هدفهایی که مهرنگاری عزیز ما در پیش خود گذاشته است رسیده باشد. خداوند مددگارش باشد. ببینید این گونه سخنها رو تنها نفری گفته میتواند که دانش، عقل، ذکاوت، یک محبت نسبت خلق خودش دارد و بار دیگر مهرنگار امروز من مهرنگارم به چی خاطر؟ به خاطر که مردمی من مرا مشهور ساخت، مردمی من مرا دستگیری کرد. من ازیر نامم در تمام هندوستان، ایران، دیگر جا ترانه ما در جای اول است. این همش از برکت مردم تاجیک است، از برکت تاجیکستانی عزیزم است و من هیچ وقت را فراموش نمیکنم. دوست می‌داشتگی ها بسیار. همه را دوست می‌دارم. من خلق خودم از جانم کده زیاد دوست می‌دارم. به حد. واه مهرنگار اومد است. توی با بچه‌های مایده چه دخترچه هم حواس که نگاه کرده خوش رو اقا زیبا اقا خوش رو میخواند اقا با استعداد. بعدا یک چیز دیگر تاثیر جدی رسونده مهرنگار اعتبار داده اید؟ چرا؟ بعضا در پیام‌های افیرتون نگاه نفر رو پیوست میکردید کوشش میکنه که با زبانی انگلیسی گپ زدن، با زبان‌های خارجی گپ زدن با شما. زبان دانی شما هم تاثیر رسوند. البته بسیار دخترکان و بسیار نفر. بیشتری مردم ما زبان روسی صحبت میکنن. این البته خوب است، زباندانی خوب است، لیکن من توصیه میدم که به جوانای ما زبان انگلیسی را یاد بگیرن، چون این زبان جهانی است و مثلا بیشتری وقت ما مثلا حاضر 19 میلیون اهالی هندوستان در اینستاگرام ما در اومده است. اونها میخوان بفهمن که من چی صحبت میکنم و من مجبور هستم که زبان انگلیسی الان بیشتر صحبت کنم که برای ما سوالها به زبان انگلیسی میدهند. و ما فکر میکنم که مثلا مردم ما بسیار ذهنی تیز دارن. اگر که یک 6 ماه خود رو جدا کنن، زبان رو بیاموزن، بهترین میشود. فکر میکنم که جوانای ما باید که زبان انگلیسی را هر چیز زودتر بیشتر یاد بگیرن، چون این برای جناب اولی هم در پیام بسیار افتخار تاجیکستان است. بله، رئیس جمهوری ما هم از این آگاه کردن که باید جوانان زباندانیشون خوبتر و بیشتر قویتر گردد. به همین خاطر ما جوانان لیاقت رو داریم، شرایط داریم، خدا رو شکر در دولتی آرام و آسوده زندگی میکنیم، همه چی برای ما مهیا است و فکر میکنم که باید زباندانی مردم ما باز هم خوبتر و بیشتر گردد و زبان انگلیسی رو فکر میکنم که هر چیز زودتر خوبتر یاد گیرند. باور کنید حاضر ماهی انور هستن؟
بله. با صحبت گرم و منور شما مانند بهار هستن. خیلی احساس کرده در کامپلیمنت استخوان ندارد مهربان. آخه دوستت می‌دارم. منم شما را دوست می‌دارم. سلامت باشید. بسیار زیبایید. و اینجا ما یک به یک سوال‌هایی که شنوندگان عزیزمون نیز ارسال کردن برای احترامشان میرسانم. سلام پیام و سوال‌هاشون را. خب سیاره نوشتن: السلام علیکم مهرنگار جان، برایت موفقیت طوله برار میخواهم، هیچگاه خسته نباش. تو چرا کنسرتت رو یک کخون یعنی که برگزار نمیکنی؟ گفتن میگن که کنسرت یک کخونی هم خیلی نشده است یا شدگی است؟ میدونید میگن که یگان برگ درخت به روزگی خداوند نمیجنبد. شاید خداوند راضی نبود که تا به حال من کنسرت خود را نگذاشتم، لیکن سرپرستو برای شما همه شده میتواند، مثل سرپرست گوید اگر سرود گوید ایجاد بسیار خوش است. میدونید من الکی یک 20 زیاده از 100 سرود دارم، یک 25 تاش رو انتخاب کردم از همه ترانه های محبوب رو الکی دابل ترکاش تیار کردم موندم برای کنسرت ورسیای کنسرتی. امسال خداوند به من قوت دهد، انشاءالله من کنسرت خود را وعده می دهم به مخلصای عزیزم که حتما در تاجیکستان و بیرون از تاجیکستان تورهای کلان می گذارم. در نیت دارم انشاءالله با دعا و دستگیری مخلصای نازنین حتما در فکرش هستم همین سال. البته کنید مثل کنسرت، البته این برای فایده به دست آوردن نه، راست خود برعکس کلام می شود. برای تاریخ میدانید یک سبب دیگه دارد که من کنسرت خود را نگذاشتم. من بسیار آرزو داشتم که در کاخ برباد کنسرت خود را در تالاری با شکوه بگذارم، چون در تاجیکستان همین دو تالاری با شکوه داریم که یکیش کاخ برباد است، یکیش کاخ وحدت است و متاسفانه من بسیار میخواستم که همین حکومت دستگیری میکرد من کنسرت خود را در همین تالارهای با شکوه میگذاشتم، لیکن افسوس میگویند که به هنرمندان اجازت نیست که بجز کنسرت های حکومتی در اونجا کنسرت گذارند و به همین خاطر کمتر این مرا رو افتاده میکند و راستی گپ کنسرت که در سروش مثلا اگر برپا کنیم چند نفر میبرد؟ 800 نفر، 1000 نفر، 1000 نفر، 400 نفر، 500 نفر نمیدونم، لیکن من میخواستم که چون مخلصان من زیاد هستند و طول این قدر سالها در روی صحنه هستم و میخواستم که یک کنسرتی با شکوه در تالاری با شکوه تر انجام بدهم. بسیار آرزوی من همین بود و یکی از سبب هایی که کنسرت نگذاشتم شاید همین بود. تا حال هم انتظار بودم که شاید میگن کو شیطان امید بنده به امید داشتم که شاید یک روزی میشود که همین کاخ برباد برای من بدهند و من در اونجا کنسرت خود را برپا کنم. میشود البته. خیر خدا کنه که بشود. نیتی نگ نیمی دولت. خیر امیدوارم که مرا در رادیو از گوش دارن از حکومت و یکی دلشون میسوزد میگن که مرحمت مهرجان بگیر تالار از تو کنسرت خود را برپا کن. یک ماه در اختیاری تو. سلامت باشید. مهرنگار دلی پاک دارید. اینجا دیگر شمانده از مهربانمون فیروزه قربانوی نوشتن: السلام علیکم، روز بخیر مهرنگار، بسیار پرقوت هستی، به من سخنرانیت بسیار پسند است، صدایت و اینقدر تو جوان هستی، برای چی تغییر نیفته ایستاده گفتن؟ روسی نوشتم من ترجمه کردم. تغییر نمیام چون جوان هستم. چه که بوده تم خستاده میگه. خب شاید که میدونین آدم باید خودش نگاه کند. شاید ما الکل استفاده نمیبرم، شاید ما با ورزش مشغول میشم، شاید که کارهای نادرست نمیکنم. این هم به جوانی تاثیر میبخشد. شما برعکس کلان شده مکتب خون شده ایستاده، به فکرم به نزدیک به باغچه میره. نه میدونید چه می انکدوت میدونم خیلی نمیگوش جوان گوید یک انکدوت نقل کرده بود که خیلی لطیفه گوید چی میگم تون خیلی ادبی کرده خیختون آدم کلان نمیفهمین. یک لطیفه نقل کرده بود که کسی را میپرسند زادروز داره، هر سال زادروز شده، میگن چند ساله شدی؟ همی استا سین سالش مایده گفتن میگفته. بعد او آدم هم اهمیت داده گفته که همی شما هر سال بجایی که پیر بشین سین سالتون جوان شده رفته است. بعد گفته که استا دشکم یا چم رفته است. درست. منم بخیر.
اینقدر پیشتر کمتر اینقدر با مادرمون تکیه کرده، اینقدر در آغوششون در بغلشون خواب کنیم. میگفتن تو خودت بزرگ برامدی با چی با ماما نزدیک میرم. مادرتون بسیار شوخ است نه؟ در خانه زیغ نمیماند. به نهایت زیغ نمیماند؟ نه. زنده باشید. بسیار زیبا. خانده. دیگر شمانده از مهربانمان عزیزالله نوشتن السلام علیکم مهرنگار بسیار پوزیتیو بلند کیفیت بالیده. خب دیگر گدایبوی نوشتن السلام علیکم خیلی خندادی مهرنگار نوشتن در خود سلامت باشد. سرور السلام علیکم مهرنگار سوپر فخر تاجیکستان است. وقتی که من در خارج بودم مهرنگار رو دیده بسیار خرسند شدم. باید فخر کنم. گفتن سلامت باشد. تشکر زیاد. زرینه بانو نوشتن السلام علیکم مهرنگار جان هیچ گاه خسته نباش از گپ‌های مردم هم خسته نباش. ما تو رو همیشه دوست می‌داریم. تو فخر هستی. سلامت باشد. شهرت بیگ نوشتن السلام علیکم مهرنگاری عزیزی دلی دیده برایت بخت شادی اقبال میخواهم بخت اویلوی میخواهم تو ارزنده. خب اینجا گفتن نه همه خیلی بسیار است باور کنید. اینجا گفتن که البته کنسرتش رو برگزار کنم دستگیری میکنم. گفتن کی دستگیری میکرده باشه؟ انا همین اسپانسر پیدا شد. خب $60,000 شون کشیده میگیریم. تمام. خب سلامت باشه. چی میکنیم با از اپلس تقسیم میکنیم بعد. مثلا انا این گپ مقبول. نه با از اپل با مهربان. گپ نیست. مهرنگار زنده باشید. گپای زور میزنید. خب دانا هستید، باسواد هستید، زباندان هستید، عشق دارید در وجودتون، وطن دوست هستید. از همین حیات آمدگیتون و همین هنر رو صنعت انتخاب کردگیتون پشیمان شده اید یک امور؟ هیچ گاه. من دختر صحنه هستم و زندگی خود رو به صنعت تصور کردن نمیتونم. میدونید صنعت این مقدس است و پیر دارد. بسیاری نفرها شاید فکر میکنند شاید کسب هنرمندی رو کسب آوازخوانی رو شاید جدی قبول نکنند. میگن حافظه یا این خیل. لیکن مثلا در هندوستان وقتی که روی صحنه میبراین سجده میکنن تعظیم میکنن بعداً برآمد میکنن. صنعت پیر دارد. فرهنگ صنعت این میدونید در دنیا هر چیز تصادف نیامده است و هنر رو نیز خداوند میدهد، صدا رو نیز خداوند میدهد و من فکر میکنم که من بسیار خوشبخت هستم که صاحب انا همین استعداد هنر هستم. میگن که هنر داری خزینه زر داری و من خودم رو بسیار یک نفری بای و بدولت حس میکنم چون من هنر دارم و هیچگاه پشیمان نیستم. با هنر خود نیمی جهان رو گشتم. با هنر خود وطن عزیزم رو معرفی کردم در عرصه بین المللی. با هنر خود صاحب احترام گشتم. مردم دوستم می‌دارد و با هنر خود صاحب آرزوهایی که داشتم آرزوهای خود رو عملی میکنم و بسیار شکرگزار هستم. همه این از حساب صدا، از حساب مهنت، کار، فعالیت است و من شکرگزارم. طول این سالها از سن 5 سالگی در روی صحنه بودم و کوشش میکنم که تا وقتی که در بدن خود جان دارم، صدایم قوی است، میتوانم خونده، کوشش میکنم که در خدمت خلق باشم، در خدمت وطن خود باشم. و برای این ما باید حتی از جایمون بخیزیم و کافه بکنیم برای مهرنگار. سلامت باشید. سلامت باشید. امروز مصاحبه امان و عجایب. در حقیقت همش صمیمی زیبا. خب یک به یک. خب وقتی که سرودهای مهرنگار رو دیگران میخوانند او چی نظر دارد گفتند. خب من به شما تقلید کنند یا سرودی شما رو گرفته خوانم به اجازه شما چی میگوید؟ خب وقتی که آهنگای شما رو یعنی استفاده چقدر برای آهنگ چقدر خواندند چطوری که مثلا ما کاور میکنیم سرودای مشهوره. مثال وقتی که ما ترانه ایجاد میکنم ترانه ما البته که به مردم میبخشم، درست است؟ لیکن نفری که مثلا ترانه ما را میخواند وقتی که نام ما را درج کنه بگه که کاور ترانه مهرنگار است و مثال این چیزا
بخونن، لیکن اگر ترانه خودم گفته ببرورن البته که سخت میرسه. یعنی در توی ها همه موسیقی شما استفاده برای خوانن شما راضی هستید؟ بخونن دادید ها؟ مک شده حقوقی مؤلفی و دیگر خیلی شکایت ها نیستن؟ میگم که بخونن لیکن رسمی در صفحه های سوشال میدیا چیزا بگن سرودی خودمانه ببرورن این چیزا البته که درست نیست، авторське право است. مثال لیکن اگر که بگن که مثال ترانه همین نفر است این چیز است بخونن میگن بهتره. آقا دوستان اجازت از جانب مهرنگار لیکن جادوگران مثال حاضر همه خوانده ایستادن در توی معرکه میخونن چی در ازبکستان، در سمرقند، در تاجیکستان. راستیگه وقتی من ترانه جادوگر را برآورده بودم من در امریکا بودم سرود برآورده بودم، لیکن دیگه هنرمندا در توی معرکه ها در همه جا میخوندن. من نمیخوندم سرود، من اینا بگم همین سرود ناومده نصیب کرده است من در محفل و در معرکه خونده استم تا این قدر وقت دیگر هنرمندا میخوندنش. البته که این افتخار است، این نشان میدهد که ترانه های ما محبوب دل هنرمند مخلصا و همه است و این افتخار است. البته که کوی سرود یک کس دیگر را بخونن نه در من در چند توی معرکه ها دیدم من گفتم ممکن مهرنگار نمیدونه و من چی خیلی نظر دارد. خب بهتره اینجا دیگر شما از مهربانمان مهرنگار رو علاقه همچون سراینده کسبی میشناسم. وقتی نرسیده است که برای خودش شاگرد قبول کند. دخترک من بسیار به صنعت شوق دارد، میتواند به نزد او برود کتن. من هم خیلی هست علاقه کسبیت در شما هست؟ بله درست قصد کردید. مکتب خودتان تأسیس دادن آرزو دارید؟ چون من هنرمندی پروفسیونالی هستم، حتی دیپلم کنسرواتوریا دارم، 5 سال به حیث آوازخوانی اکادمی نیز خوندم و البته که میتوانم شاگرد قبول کنم، لیکن از حسابی که گرافیکی کاری من خیلی زیاد است، سفرها هم زیاد است، نمیتوانم دائما با آنها کار کنم. بله کار کردن نمیتوانم، لیکن میدونید در آینده من مکتب شخصی موسیقی خود را تأسیس کردنی هستم. نیت دارم که هنرمندایی که امکانیت ندارن اما استعدادی بلند دارن آنها رو در آینده پرودوسری کنم، دستگیری کنم، مکتب مهرنگار رو تشکیل بدهم. در نیتم هست، یکی از نیت‌های باز کلانی بدلی بزرگت آفرین مهرنگار. زنده باشین. میتوانید انشالله با کمک مخلصای عزیزم. به در آخر یک ترانه که طبیعی خودتان است بسیار دوستش می‌دارید، شوخ از جذاب است، زمزمه میکنیم با همین برنامه‌مون رو به انجام میرسانیم. مرحمت با صدای زنده شما. خب عموما ساکن باشد خب شوخ باشد فرق ندارد. از ترانه‌های خودتان به باد و باران بگو، به دشت و دامان بگو که یار من گشته ای، نگار من گشته ای. به رود و دریا بگو، به صبح فردا بگو یار من گشته ای، نگار من گشته ای. به همه گوید مهرنگار تاجیک است، دختر تاجیک است، هنرمند اصیل است، عزیزی دلی دیده خلق تاجیک است و ما فخر میکنیم. بار دیگر خوش اومدید مهرنگاری رستم صدای تاجیک با ما بودن. ایزانی دلی دیده از دیدارتون بسیار شاد هستم مهرنگار جان، بسیار صحبتی صمیمی زیبا. باور دارم که البته مخلصان و شنوندگان ما نیز حلاوت بردن و برای خود یک موتیواسیون قوت انرژی دیگر میگیرن. من میخوام در آخر به همه جوانان بگویم که هیچ وقت ناامید نباشید. میدونید هیچ کس از شکم مادرش موفق نمیبراید. باید که همه ما میگویند کی بودی چی شدی، میگویند بسیاری وقت کامنتاری ها میخونم، باید که ما در روی خود کار کنیم، باید که با آرزوهای کلان داشته باشیم. اگر آرزوی کلان داشته باشی به همون مرتبه بلند میرسی. با جوانان همین را گفتنی هستم که هیچ وقت ناامید نباشند، آرزو کنند، هدفهای خود را کوشش کنند به هدفهای خود برسند. بسیاری وقت میشوند که شاید کارشون برار نمیگیرند، راه افتادن نشوند. اصلا میتوانند که باز کوشش کنند. چقدر که کوشش کردی، چقدر که مهنت کردی، خداوند حتما برکت برای اون نفر میدهد. و همیشه آرزو کنند، آرزوهای کلان، موفق باشند، همیشه در جستجوی دانش باشند، همیشه زبان آموزی داشته باشند، همیشه کوشش کنند که در رشد وطن عزیز ما باشند، وطنمان را بیشتر و بیشتر دوست بدارند. تاجیکستان به پیش. سلامت باشید.